زبان پشتو چی معنا، چی است و چقدر قدامت داره؟ این موضوع در سوشل میدیا غوغا برپا انداخته که بالاخره من مجبور شدم امروز معلومات جمع‌آوری بکنم، ولی دقیق بشنوین و منابعی را که من میگم، معلوماتی را که من میتونم او را شما خودتان مطالعه بکنین، ایجاره باز بسازین. ببینیم زبان پشتو در کتاب ریکویدا به معنای پکت یا پکتا یاد شده که از همین دو جمله گرفته شده. سرزمین پشتونها به نام پکتیا و پکتین آمده است. یک موضوع، کلمه پشتو به نام هوشیاری پشت یا پکت و پخت آمده که در کتاب ویدا پکت یکی از 10 قوم آریایی محسوب گردیده است. هرودوت مورخ مشهور یونانی در سال 484 هجری قمری پشتونها را به نام پکتی یا پکتیوس یاد کرده و جا و مکانشان را به نام پکتیا و پکتیخاب ذکر نموده که در ادبیات قدیم پشتو پشتونخوا نیز تذکر یافته است. صفحه 330. زبانشناسان جهان با دلایل مقنع می نویسند که زبان پشتو با قدامت 7000 سال پیوند عمیق با ریشه های زبان آبستایی دارد. اکنون اکثر کلمات متداول پشتو را در میابیم که با اصل کلمه در راستا مطابقت دارد. ببینید کتیبه‌ای که در دوره داریوش کبیر یکی از شاهان هخامنشی ها روی سنگ کوههای بیستون حک نمودن و به گونه رسم الخط میخی نوشته شده است. جمله های زیر که ما حالا براتون میخوایم با کلمات پشتو به طور کلی شباهت دارد و ریشه میگیرد. در این کتیبه چنین نوشته شده است: نه اړم نه دوژنم نه زورورم. نه اړم به این معنا که نه من مجبور بودم، نه دوژنم به این معنا که من نه دروغگو بودم و نه زورورم به این معنا که من نه زورگو بودم. صفحه 339. همچنان از قرن دهم هجری شمسی سال 1600 میلادی در اکثر فرامین شاهان لودی، سوری، غوری مظاهر زبان پشتو نیز در مکاتب و فرمانهایشان دیده می شود. همچنان در کتاب‌های دیگری چون حدود العالم من الشرق و من الغرب از ابوریحان البیرونی، تاریخ بیهقی اثر حسین بیهقی، منهاج السراج و کتاب ریکویدای هندی از تاریخ و شهامت و خصوصیات برازنده پشتونها تذکراتی رفته است. در تحقیقات ابن بطوطه در مورد پشتو و پشتون زبانها اظهارات گسترده صورت گرفته که میتواند به آسانی دسترسی پیدا بکنید. همچنان لغات متعدد زبان دری از زبان پشتو گرفته شده. مثلا خور که شما او را به خواهر تبدیل کردین، پلار که شما او را به پدر تبدیل کردین، مور که شما او را به مادر تبدیل کردین، اورور که شما او را به برادر تبدیل کردین، ترخش که شما او را به تلخ تبدیل کردین. امی حرف اولی هر الفبای اول شما گرفتین از ما. ببینین ور شما او را به در تبدیل کردین، استا شما او را به اس تبدیل کردین، خوب شما او را به خواب تبدیل کردین، زما شما او را از ما تبدیل کردین، کالا به سال تبدیل کردین، سوره به سرخ تبدیل کردین. چقدر تفاوت کم داره ببینین دیگهش. شپره به شب تبدیل کردین، ورځ را به روز تبدیل کردین، یک واوش پس کردین، نشته را به نیست تبدیل کردین، ته را به تو تبدیل کردین، دروجن را به دروغگو تبدیل کردین، سوزیدل را به سوختن تبدیل کردین، شرمیدل را به شرمیدن تبدیل کردین، کاریدل را به کار کردن تبدیل کردین، خندیدل را به خندیدن تبدیل کردین، کول را به کردن تبدیل کردین. اینال ما منابع و مؤخذهای را براتون میگم، خوب گوش کنین، لطفا خوب گوش کنین. الف، فرهنگ خاورشناسان از اثر جیمز مستر، شرقشناس فرانسوی که در سال 1994 وفات کرده و ترجمه از این کتاب محسن جهانسوز تهران در تهران شده. ب، سرگذشت تمدن از کارل بکر، فدریک دنکاف،
ترجمه از علی محمد زحما، مطبوعه تهران. 3. تاریخ ادبیات ایران از ادوارد براون، ترجمه دکتر بهرام مقداتی، چاپ یکم، جلد اول، انتشارات مروارید، 1369 ترجمه شده. جیم. تمت البیان فی التاریخ الافغان، سید جمال الدین افغان، چاپ مطبوعه کابل. خ. کتاب افغانستان که توسط لوی دوپلی، موسسه انتشارات پوانتون برینکستون نیوجرسی امریکا در سال 1980 نوشته شده. دال. افغانستان، یک کتاب دیگه انگلیسی که ماری برادلی ترجمهش از ارشاد الراهوری. ر. در دری ارشاد الارشاد راهوری در سال 1369 که به حساب میلادی 1990 در اسلام آباد. ز. جغرافی تاریخی افغانستان، تالیف پوهان عبدالحی حبیبی. ژ. افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار، چاپ چهارم، بهار 1368. سین. رنا او دفاع محمد حسین کاکړ، انتشارات تحقیقات پشتو، 1377 در پشاور. شین. دری گفتاری افغانستان در شعر مولانا، پوهان دکتر جاوید، مجلس مولینایی بلخی، وزارت اطلاعات فرهنگ در سال 1353 در کابل. و نو سیرن پوهان صدیق الله رشتین، یونیورسیتی بیکنجیسی پشاور. ایره خو دقیق چی کنین که 7000 سال زبان پشتو براتان ثابت میشه و در پولوش یک چیز دیگر هم براتان بگویم که یادتان نره، بسیار افغان هم میکنین. ببین که شاهنامه فردوسی را خواندین، ببین که جناب فردوسی تان به ارتباط افغانا چی گفته در اشعار خود. یکی قلعه بالای آن کو بود که آن حسن از مردم آن بو بود. بدش در یکی بدکنش جای داشت که در رزم با پای اژدها پای داشت. نژادش ز افغان سپاهش هزار، همه ناوک انداز و ژوبین گذار. بالا بلند و به پیکر اسپر، به حمله چو شیر و به پیکار ببر. دورانش به مانند ران پیل، دورانش به مانند ران پیل، که رزم جوشان تر از رود نیل. به نیرو جدا کردی از کوی کمر، گریزان از رسمش بدی شیر نر. چو پیکار جستی زمردان مرد، زمردان برآوردی از گرز گرد. ورنا نام بودی کهکه و کهزاد، بگیتی بسی رزمی بود شاد. 1118 سال بود، بسی بیم از او در دل زال بود. همچنان در جای دیگر سوی است. هزاران سواران افغان گروه، زلاچین دلیران ابرو گرد و کوه. تدارم درنگ امشب عید زکین، مگر به سوی افغان خرگه زمین. جان گرامی بدارش خواهی را میمانیم. با می رقم و امثال هم یک چیز براتان نگفته نمانه. یک ویدیو در قسمت افغان ها و تاریخ افغان ها و بالاخره خود واژه افغان براتان نشر میکنم که از 5000 سال قدامت داره و رفرنس های براتان میتونم که مویایتان بکنین دیوانه شوین. گفته بودم که قوم پرستی نکنین وطن در چی حالت است، ولی مرا نموندین مجبور میسازین که در این سن پیری ما مطالعه بکنین. خدا حافظتان.